آیه دکتر بی مقدمه برم سر بحث. این چه بحثایی سر معرفی کابینه را انداختن؟ چرا میگن به هر جاش نگاه کنی ضرره؟ چرا تو جناح خودش حاجی روحانی دعوا را انداخت؟ از بحث وزیر زن تا اطلاعات از آب در اومدن میم الف هم محمد جواد آذری جهرمی، این که ارنج جدیدی رو نکرده و بازم وزیر 700 میلیاردی چپونده تو کابینه. کابینه بابا چه خبره؟ بحث استراتژیکیه یا سمساری که این همه سوال همینجوری با هم میریزی رو میز؟ اینا رو یکی یکی هم که جواب بدم کلی ریزش بسیجی پیدا میکنیم. مرحوم ابوی همیشه میفهمودن رضا بهادر، عرض میکردم بله میفهمودن مشنگه رو برق سه‌فاز گرفت بلندش کرد کوبید به دیوار. مشنگه گفت نامردا چند نفر به یه نفر، اگه راست میگین یه فاز بیاین جلو. روشن شد یا همچین برق سه‌فاز بهت وصل کنم تا از حال و روز مقام عظما با خبر بشی. دکتر من این عبارت مشنگو که گفتین نادیده میگیرم، بحث رو ادامه میدم. این که مقام عظمای ولایت کابینه رو مخصوصا تو دور دوم تحمیل کنه که جدید نیست. چرا جیغ همه در اومده؟ تحمیل جدید نیست قربونت برم، ولی اونی که اسمشو نمیارم خود مشنگش اعلام کرد که قبل از این که لیست رو بده به مجلس داده به مقام عظما. اینم جدید نیست؟ ناکس. بعد عظما مجبور شده اطلاعیه ماسمالی بده. اینم جدید نیست؟ دهن منو وا نکن که سر کابینه یه چیزایی بگم که اصلا مهم نیست. کابینه کلش بی اهمیت بوده. ولی خودمونیم حاجی روحانی تو این جریان تو جناح خودش هم منفور شد. بزرگترین اشتباه استراتژیکی کسی که خرش از پل میگذره اینه که فکر بکنه دیگه هیچ پلی جلوش نیست. اونایی هم که رفتن پشتش حالیشون نبود که سر پل بعدی اینطوری ضایعشون میکنه. رکورد بیمرامی رو زد. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن رضا بهادر، عرض میکردم بله میفهموندن تاکسیه که رسید به مقصد مسافره گفت چقدر میشه؟ راننده گفت نمیدونم هر چی مرامته بده. مسافره در آورد 500 تومن داد. راننده گفت ای توف تو اون مرامت. روشن شد یا بفرستمت با تاکسی بری سر چهارراه استراتژی. آیه دکتر آخه کم بیمراب از آب در نیومد، با هر حرکتش یه سیخ دیگه تو چش و چال و جناح خودش میره. الان اینا بیشتر شاکرن ازش تا اونوریا. اگه زورشون میرسید یه بلایی سرش میبردن. آیه مرحوم ابوی همیشه میفرمودن رضا بهادر، عرض میکردم بله میفرمودن تو ششی جنازه مادر مشنگه ازش پرسیدن که مرحومه چطوری مرحومه شدن؟ گفت هیچی، رفته بودن پشت بوم رخت پهن کنن افتادن. گفتن اونجا افتاد مرد؟ گفت نه بابا افتاد رو کولر شکست. گفتن خب اون موقع مرد؟ گفت نه آقا جان بعدش افتاد رو تراس خراب شد. گفتن خب این دفعه مرد؟ گفت نه بعد افتاد رو سقف گاراژ سقفم خراب شد. گفتن دیگه حتما این دفعه مرد. گفت نه خیر بازم نمرد، ولی دیدید داره کل خونه رو خراب میکنه، با تفنگ زدیم کشتیمش. آیه دکتر جلو ضرر رو از هر جا بگیری نفع. من مطمئنم این مثالی که شما در مورد اون مرحوم زدین منحصر به حاجی روحانی نیست. بحث کل نظام که ایوون و جاکولری و سقف گاراژش سهله، عمودش داره از جا کنده میشه. آیه دکتر حیف که بعد موقع شعور استراتژیکیت گل کرده، همه چی داره همینجوری لو میدی. خیلی هم شعور استراتژیکی نمیخواد دکتر. هنوز بحث کابینه تموم نشده، مقام عظما از یک طرف، قاسم سلیمانی هم از اون طرف دیگه دارن دل بسیجیه رو خالی میکنن. بعدم یه مشنگ این وسط پیدا میشه برای جبران کردن توپوزی‌های مختلفی که بهش رو خورده، چاخان میانجیگری عربستان رو میکنه که اونا هم تکذیب میکنن، بدتر میخوره تو پوز عظما. میشه همون حکایت برجام که به جای که یه چیزی گیرمون بیاد 10 تا چیز عجیبمون رفت. مرحوم ابوی همیشه میفهموندن رضا بهادر، عرض کردم بله میفهموندن که مشنگه تو تاریکی راه میرفت پاش خورد به یه سکه‌ای، ذوق کرد گفت حتما سکه طلاست. یه کاغذ از جیبش در آورد آتیش زد تا درست ببینه، دید سکه 2000، ولی این کاغذی هم که آتیش زده بود 1000 تومانی بوده. حرف من اینه که درسته تو پوز مقام عظما خورده، ولی خیلی نامردیه که تو این هیروویر که بسیجی ها گر و گر میریزن تو منطقه هم اونایی که یه عمر خرجشونو داده بودیم الان میگن گور بابای مقام عظما. خب عاشق چش ابروش که نبودن از اول، وقتی که صرف نداره خب معلومه دیگه وای نمیسه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن رضا بهادر، عرض میکردم بله
میفهمودن چرچیل سوار تاکسی شد رفت دفتر BBC واسه مصاحبه. وقتی که رسیدن به راننده گفتش که نیم ساعت صبر کن تا من برگردم. راننده گفت نمیشه، میخوام زود برم خونه سخنرانی چرچیل رو که قرار از رادیو پخش بشه گوش کنم. چرچیل صفا کرد که راننده اینقدر علاقه داره به چرچیل. یک اسکناس 100 پوندی در آورد داد بهش. راننده هم 100 پوندو که دید گفت گور بابای چرچیل رو 7 جد و آبادش. نیم ساعت چیه؟ تا صبح همینجا منتظرت میمونم. تو خودمونیم، یه چیزی اونم خودمون میشه. فضاحت تحریم 3 تا سناتور رو که دیگه زورمون نکرده بودن. 3 تا سناتور آمریکایی با براندازه ملاقات کردن، به جای اینکه زیپ دهن رو بکشیم که سر صداش بخوابه، مجلس مشنگ مسابقه تحریم براشون کرده که حق سفر به ایران رو نداشته باشن. حالا عالم و آدم دارن مسخرمون میکنن. آخه سر و صداش بیشتر از اونا بود. جوری نبود که اگه زیپ دهن رو میکشیدیم میخوابید. البته خب درست میگی، آبروریزی رو کسی بار میاره که فهم نداره که حرف بزنه اما شعورم نداره که خفه بشه. مشنگ بازیشون مال این بود که خواستن تقلید بکنن عین حرفای طرف مقابل و اینا هم بزنن، ولی خب شعورشو نداشتن، گرگی رو مالیدن به دیوار. مشنگه با دوستش رفته بود رستوران گرون قیمت، میخواست جستم بگیره. گارسونه که اومد گفت چی میخوری؟ دوستش که یه چیزایی بلد بود گفت 2 تا کافه گلاسه. مشنگه به جای اینکه زیپ دهنو بکشه گفت خیلی خوبه، 2 تا هم برای من بیارین. آیه دکتر، سوالات زیادی دارم ولی شما نطق منو کور کردی. من میدونستم که تو آخرش یه بهانه جور میکنی که بندازی گردن بهانه نیست. تو اول برنامه به من گفتی مشنگ، به من دستور دیگر گذاشتم.